Ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азиз, хуш омадед ба дарси навбатӣ дар курси асосҳои веб дизайн. Дар рафти ин курс мо омӯхта истодаем дизайни сайта, яъне чӣ хел намуди зоҳирии сайта сохтан. Мо танҳо кор мекунем бо HTML ва CSS. Ин дарс барои ҳамон нафароне аст ки HTML ва CSS намедонанд, тем боле JavaScript вообще ҳозир намедонанд. خب برای خاطر JavaScript قطعی کار کنیم حتما HTML CSS دانستن در کار. از همین سبب اول ما HTML CSS هم میخونیم، بعد کورسی JavaScript هم میخونیم. در درس‌های گذشته چه خیلی که معلوم هست ما ساخته بودیم نمود ظاهری هر خیلی سایت ها را. امروز باشد میسازیم یک نمود دیگر به مانند در درس‌های گذشته کمی هم باشد قیمتر. خب من براوزر وارد شویم، خیلی سایت از مثال گوگل اندر من گفتم همین سایت ها پروستو میسازیم و حقیقتی HTML CSS قطعی اینجا ابیشن صورت دارد بک‌گراوندش، اینجا یک تا هیدر خیلی موندگی است، طرف راست اند تکست ها موندگی است. بازم چون درس گذشته منیو ها موندگی است، تنها نمود ظاهریش کمی هم باشد دیگر است. بازم من خیلی تکست ها موندگی است، بعد این تکست ها موندگی است که من خیلی منیو موندگی است در طرف دستی راست. خب باز چی دارد؟ تمام اینجا تگ کد را استفاده برده است و قسم فوتر ساختگی هست. خب برای خاطر این ساختن ابیشن صورتاش در کار میشن، یک عدد CSS و یک عدد HTML نگاه کنید، چون هر وقت من صورت را الگه اسکچت کرده گرفتگی هستم. خب یک عدد CSS دارم و یک عدد دیگر HTML. خب HTML خالی است حاضر. خب هر دوی همین HTML CSS و ویژوال استودیو کد ما الگه کشودگی هستم. ما سر میکنیم از نوشتن کدهای HTML، بعد نمود ظاهرش ساختم، بعد همونا خوشروتر و زیباتر میکنیم. خب اگر هم تو نگاه کنیم اینجا چون خیلی که در درس گذشته معلوم هست تنها دیو ها استفاده بردگی است، کانتینرها خطی جدا کردگی است. همین سایت مثال 5 تا 6 تا کانتینر یا اینکه کلاس یا اینکه دیو خطی همین سایت با پرگی ساختگی هست. خب اگر ما یک دیو با مانند دیو با نام توپ گفته دیو سازیم و دویمش مثال دیو کانتینر یا اینکه فوتر دیگر چیا گفته میسازیم. بیاید میگذاریم با HTML. در اینجا کدهای استانداردی را می نویسیم. خب بعد کدهای استانداردی را نوشتن حتما CSS را پیوست میکنیم. خب لینک نویسیم لینک. خب بعد این ما وارد میشیم با کپی CSS، بعد از این style نقطه CSS. خب بعد در داخل بودی اول یک دیو میسازیم، مثال با نام دیو توپ نقطه توپ. من کلاس توپ را ساختم. در داخل کلاس توپ حتما قسم هیدر شدن در کار برای من قسم ساختن. خب میسازیم هیدر هیدر. خب پس از این نگاه کنید هیدر جدا کردگی است به دو قسم، معنی قسم چپ، معنی قسم راست. ما را میسازیم دو کلاس با نام راست و چپ. خب یکم میسازیم left و در داخل تگ در داخل کلاس left البته ما باید من نوشتجات هم مونیم که رو باید میکنیم. خب در اینجا استفاده میکنیم. پس از این هست یک عدد دیگر دیو طرف راست به. خب من راست در داخل دیوی طرف راست البته استفاده برده است یک عدد h2 من اینو می نویسیم h2 تگ استفاده میکنید تکست و پس از h2 ابیچ نه استفاده برده است یک عدد دیگه تگ p برای خاطر من این تکست نوشتم. من p استفاده تمام. دیوی توپ تمام. انکنون هست باز. خب پس از دیوی توپ هست باز یک دیوی کلاو دیوی کلام دست اینش خب دیو کانتینر میگیم اینا. خب نقطه خطا نوشتم، خطا بیرون از دیوی توپ حتما می نویسیم.
کانتینر بید بهترش کانتنت نمی‌ذارم. کانتنت فهموتر میشه. خب پس از این در داخل این هست در داخل دیوی کانتنت ما allocate داریم. خب نگاه کنید اول منیو ها. خب برای منیو ها ما بهترش یک علاوه دیو سازیم بهتر است. خب منیو ها را میتونید در داخل تگی انا برای منیو ها میتونید تگی دیوی کانتینر سازیم. مثال کانتینر. خب خیلی شد. اکنون نگاه کنید منیو ها را میبینیم با چی ساختگی هستن اینها. обычные سیلکه دارند با تگی ا ساخته میشوند. خب مینویسیم ا سراغش просто решетка میمونیم و یکمش چی است؟ یکمش خیلی منیو یک منیو دو منیو سه گفته میرم من. منیو یک دو سه چهار یک دو سه چهار خیلی پنج تاش کنیم. نمیدونم روسیه در سایت چند تا بود؟ سه دو یعنی یک دو سه چهار پنج تا بود در سایت هم. خب دیوی کانتینر را ساختیم. پس از این هست خب نگاه کنید ما بهترش خب بیاید بهترش من این منیو ها را در داخل یک کلاس گیریم. برای که نگاه کنید اگر ما دیوی من کانتینر را اپشی دیو کنیم اینا پروستو در بیرون استفاده نمیتونم. برای دیوی کانتینر ما اپشی خاصیت ها دادنمون در کار در CSS. از همین سبب ما من این منیو ها را در داخل یک کلاس علاوه میگیریم و همین دیوی کانتینر را با کلاس های علاوه باز در نوبت خود جدا میکنیم. بیاید بهترش در داخل دیوی کلاس یا تایید دیو میسازیم. مثال با نام نویگیشن. مثال منیو گفته گپ نقطه نویگیشن حتما دیو پوشیدن شد. پس از منیو ها موندن در کار است. خب این کلاس دیو ما باید ادالیت کنیم. من ادالیت شد. حاضر ما میفهمم چوبه. خب پس از این یک تا دیو دیگه کانتنت ساختیم. بعد دیو کانتنت یک تا دیو پوشیدن مون در کار است. من یه فرمت چطوری کنیم؟ من چه خیلی دیسوده 100% شد دیو کانتنت هم ساختیم. خب پیش از دیوی کانتنت ساختن اول ما یک تا دیو میسازیم. دیو ماین یعنی اپشی همه من این معلومات هایی که پس از منیو هستند در داخل کلاس ماین باید استند. خب اول ما کلاس کانتنت در داخل یک تا دیو میگیریم. مثال ماین گفته یعنی اساسی. حتما دیو پس از ماین کانتنت پوشیدن در کار. خب اکنون در داخل دیوی کانتنت نگاه کنید چی هست. من خیلی تکست نوشتگی تکست کپی روایت کرده میگیریم. خب من تکست کپی روایت میکنیم و پریمیر نه نوشتگی است در داخل تگ h1. خب استوید. خب پس از این هست نگاه کنید تاریخ روز است یعنی سنه هست 13 ینوری سال 2006. خب اینا کپی روایت میکنیم یک تا کلاس میسازیم. خب نقطه چیش می نویسیم. مثال description گوییم. description خیلی. خب ثابت میکنیم سنه و تاریخ روزه. پس از این هست обычный تکست با تگی پی نویستگی. خب با تگی پی نویستگی را حتما کپی روایت کرده در سایت حتما تگی پی میمونیم و ثابت میکنیم. خب یا با فرمت برابر کنیم. من طوری شد. اکنون نگاه کنید در سایت بعضی جاش هست مثال یک سیلکه موندگی است. بالاش میبینیم اگر رنگش هم دیگه تگش خط کشیدگی پخش کنیم اگر دیگه صفحه شده میشد. این نانگ 8 پرتیوم است. همین حتما در داخل تگی ا گرفتن همون در کار. نگاه کنید کجا هست. من کجا شده. اما نه اینجا هست. یک تا تگی ا میکشیم در اینجا. خود تگی ا خیلی شد میمونیم آدرسیا و پوشیدنش ویرزید کرده. پس از من این کلمه استوید میکنیم. خب تمام این به فکرم طوری شدگی هست. به فکرم تاشنه طوری شدگی هست. اکنون من این قسمش در درس گذشته ساخته بودیم. خیلی در درس گذشته ساختیم. در این درس هم همه خیلی میسازیم. خب برای خاطر این من استفاده میبرم تگی بلوک کود.
نگاه کنید در درس گذشته کمتر باشد دیگر خیلتر ساخته بودیم. خب پس از p حتما میکشیم یک تا تگی مخصوص هست. نگاه کنید بلاک کیوت بلاک راش خیلی معلوم چی پربود میشد. کیوتش البته این اقتباس میشد، سیتات گویم به زبان روسی. خب استفاده میکنیم و تکستی در کوریا کپیرواد کرده میمونیم. خب استفاده شد. خب به طور اتوماتیک چه فهمونم رنگی سیتات میبیاد، این اقتباس میبیاد. نگاه کنید همینجا خودش اقتباس استفاده بردگی است. خب پس از این باز داریم ما تکست. من این تکست هم با تگ پی میمونیم. برای چی بود نگاه کنید من میفهمونم که شما دو تا سه تا تگ پی استفاده بردگی هستیم. من تگ پی استفاده شد. پس از این هست باز یک عدد دیگر تگ پی استفاده بردگی. من این تگ پی هم کپی رو بعد میکنیم. خب تگ پی استفاده اناکنون ما چوب در همینجا دو تا تگ پی استفاده بردم. نگاه کنید یک تا تگ پی دو تا تگ پی. حالا که همین تکست میشد در داخل یک تگ پی نوشتم و پیش از همین یک تا تگ بی ار میمونیم از قطار نو میگذشت. لیکن ابزاس نمی پرتوب همینجا را ببینید اگر موبایلش ابزاس یک جای خالگی پرتوب که هست. اگر ما اینو با یاری تگ بی ار میساختیم همین خالگی نمی پرتوب. تگ پی باشد ابزاس میپرتوید. از همین سبب تگ پی را استفاده بردگی هستم من. خب نگاه کنید در اینجا یک عدد دیگه سیلکه است. من کوام کلیوم است. من اینو کپی رو بعد میکنم برای خاطر تستر یافتنم. تکست گفتنش نم در جای همین دو کلمه هم کپی رو بعد میکنم. کنترل اف پاش میکنم و استفاده میکنم همون تکست. نگاه کنید به طور اتوماتیک خودش یافته داد. خب انا کنید تگ ار می نویسم. خب رشاد که حتما ویرزیت کرده میگیرم من. بعدی من این دو کلمه استفاده میکنم. تمام اینش هم ساختیم دیگه برای ما در کار نمیشد این قسم. خب اکنون میبینیم که باز چی دارد. باز به مانند بالاتر دارد یک عدد دیگه h1 چلیک در تیوی بالا ساخته بودیم. باز هم میسازیم یک عدد دیگر h1. خب دیگه استفاده میکنیم بهترش کمتر جا پرتایم. خب باز دارد که باز هم تاریخ روز هست 11 ینوری 2006. ما باز هم استفاده میبریم تگ منین description یعنی نقطه description. اکنون من چوب استفاده بردم برای هر دوش کلاس یک خیله با نام های یک خیله. مثال در اینجا description شد. مثال این description یکم باشد. اگر من چوب description مثال 2 نموندم. اگر ما description 2 کنیم در CSS ما باید کد نویسیم هم برای description 1 و هم برای description 2. لیکن اگر ما نام هاش یک خیله مونیم هنگام description یکم توغری کردن description 2 به طور اتوماتیک خودش توغری میشد. از اون سبب که اینجا نمود ظاهری هر دوش یک خیله است. ما باید برای هر دوش یک خیله کد نویسیم. اگر نامشون دیگر کنیم ما دپالنیتل کدی اضافگی می نویسیم. نامشون یک خیله میکنیم برای یکمش کد نویسیم برای دویمش به طور اتوماتیک پریمنید میشد. خب دویمش کپی رو بعد میکنیم میگیم تکست دویمه ابیشنی پی استفاده بردگی است. این تگ پی استفاده. خب من توغری شد. پس از این هست لیست استفاده بردگی لیست ویو. خب لیست ویو را علاقه شما باید دانید با تگ ul و لی استفاده بردگی است در اینجا. خب میگیریم یک عدد تگ ul در داخل تگ ul استفاده میکنیم تگ لی و تکست یکم استفاده میکنیم. اینش تکست دویم یعنی دویم چیگم لیست روی خط. من این سیوم روی خط هم کپی رو بعد کرده میگیریم در اینجا استفاده میکنیم. استفاده شد. تمام لیستمون هم تیار شد. اکنون میبینیم که باز چی هست. بازم یک تکستی عادی با یاری تگ پی ساخته شدگی هست. این هم کپی رو بعد کرده میگیریم و در داخل تگ پی استفاده میکنیم. خب من استفاده. اکنون میبینیم که باز چی دارد. باز نیز یک عدد h1 هست. خب h1 کپی رو بعد میکنیم. این یکان سیلکه ندارد. سیلکه نیده بالا سیلکه نیست. خب h1 استفاده میبریم. بازم h1 استفاده. خب پس از h1 باز یک عدد دیگر تگ
description استفاده بردگی است برای تحریف روزان نوشتن. اینم کپی روایت میکنیم و می نویسیم description گوییم. خب ставید. پس از این هست باز یک عدد دیگر تکستی عادی هست با یاری تگی پی نوشتگی کپی روایت میکنیم و تگی پی را میمونیم ставید میکنیم. خب میبینیم که سیلکه در کدام کلمه ها هست. در من کلمه ها سیلکه هست. اینا کپی روایت میکنیم پویسک میکنیم که تستر یافته تیار. من این تکستنده سیلکه هست. تگی ا را میمونیم سیلکه شب به طور اتوماتیک شورتکت میمونیم. خب پس از ویرگول حتما ставید کردن در کار تگی پوشیده شوی تگی ا را. خب پس از این هست یک عدد دیگر تگی کد دقتی استفاده بردگی است. من خیلی کدای CSS مارجین 12 پیکسل و دیگر اینا کپی روایت کردن میگیریم. خب پس از کپی روایت کردن حتما پس از پی یک عدد تگی کد میگذاریم. خب و تکستی ضروری را ثابت میکنیم. خب من میبینیم که باز چی دارد. خب پس از این هست обычный یک عدد دیگر تکستی عادی با یاری تگی پی نوشته شدگی هست. خب پس از کد یک عدد دیگر تگی پی میمونیم و تکستی ضروری را ثابت میکنیم. خب اکنون باز چی هست؟ اینجا در فوتر هست و منیوهای طرف راست موندگی هستند. بیاید بهترش اول منیوهای طرف راست توغری کنیم بعد پس از همه چی را ساخته شدن میسازیم ما قسمی فوترش. برای خاطر این منیوها را ساختن نگاه کنید اول یک تا заголовок دارد. پس از заголовок مثال منیوها سر شده رفتگی هستند. مثال заголовок منیو یک باشد اگر منیو یک منیو دو منیو سه منیو چهار گفته رفتگی هست. بیاید همین منیو را میسازیم در داخل تگی خیلی یگان دیوی عدل نمیسازیم. حتما بیرون از نگاه کنید میبینیم که این کدام دیوی ما هست. خب دیوی کانتنت حتما بیرون از کانتنت ساختنمون در کار هست. خب از کانتنت بیرون میشویم و میسازیم یک عدد دیگر کلاس برای خاطر منیو را ساختن. مثال این کلاس نامگذاری میکنیم slide nav گوییم. slide nav شد. خب slide nav اکنون یکم ما گذاشتنمون در کار است. من این заголовок علاقه ساخته شدگی است با یاری تگی h1. خب h1 میگذاریم و заголовок ثابت میکنیم. پس از заголовок обычно استفاده بردگی است. من این منیو ها را با یاری تگی nav بخشش با یاری روی خط های به ترتیب آورده شده. خب برای خاطر روی خط ساختن ما استفاده میبریم تگی ul و تگی li. مثال می نویسیم منیو یک 2 3 4 5 گوییم یعنی 5 عدد منیو 4 عدد منیو 4 3 2 1. خب تمام میگذاریم به منیوی دویم. یعنی منیو دویم هم کپی روایت کردن میگیریم. اینجا 5 تا منیو بوده است اینا 5 میکنیم و بیرون از تگی ul میسازیم یک عدد دیگر h1 برای خاطر заголовок منیوی دویم ساختن. خب h1 ثابت میکنیم و در داخل پس از h1 میگذاریم یک عدد دیگر list ul و li باز میشود منیو یک. خب 2 3 4 5 4 3 2 1. خب پس از این میسازیم منیوی سوم. من این منیوی سوم. خب یعنی پس از لی حتما یک عدد دیگر h1 میسازیم. خب h1 پس از h1 ul و li. خب منیو یک 2 3 4 5 4 3 2. تمام. اکنون میبینیم که یک بار خب توری هست 100%. خب من این بود تگی slide nav شد. پس از تگ slide nav ما باید نگاه کنید در اینجا یک چی را فراموش کردگیم. ما باید یک عدد دیگر تگ مونیم. خب
میبینیم که نگاه کنید پس از هر یک همین منیوی ما یک جای خالگی هست، لیکن ما همین پروست و تک خالی مونده نمیتونیم. نگاه کنید پایین خالگی هست، ما این پروست و تک خالی مونده نمیتونیم. باید برای همین یک دیوی الوهیده سازیم که خاصیت های مخصوص در داخل این خالگی نوشته تونیم. بیاید پس از هر یک منیو، پس از منیوی اول و پس از منیوی طرف راست یک دیوی دیگر میمونیم. خب نگاه کنید اول پس از سلاید ناو مونیم، پس از سلاید ناو ما میگذاریم یک عدد دیوی مثال کلیر یعنی تازه کننده. خب در داخل تگی کلیر حتما یک عدد دیگر تگی سپان موندن در کار. بعد معلومات را در داخل تگی سپان میسازیم. همین دیو همین استروکر من کپی رو میکنم و در منیوی یکم نیز میمونم. خب من این منیوی یکم پس از منیوی 5 گذاشتنمون در کار تمام. اکنون در قسم CSS ما میتونیم این بعد منیوها یگان خاصیت اضافه کنیم. تمام منیوها را هم ساخته شدیم. اکنون تنها موندگی است قسم فوتر. خب قسم فوتر حتما بیرون از من این دیو ساختنمون در کار هست. نگاه کنید حاضر میبینیم که کدام دیو است. این دیو ماین بوده است، حتما بیرون از ماین میسازیم، در داخل کانتینر میبیاد. خب من اینجا میسازیم فوتر، قسم فوتر سایت. در داخل قسم فوتر سایت خیلی بعضی معلوماتاش هست. من در درسی گذشته وظیفه داده بودم، نمیدونم ساختید یا که نه. خب اینش هم اگر در کار باشد وظیفه میتیم اینش تاشنا پرویرکا میکنم دیگه. خب این وظیفه میستدید قسم فوترش امبیشنی چی عادی است. یک دیوی فوتر خیلی مونده بکگراند چه توغری میکنید 3 عدد تکست میمونه تمام. اینجا امبیشنی سیلکه استفاده برده، سیلکه خیلی شناس هستین. من فوتر را نمیسازم و قسم CSS میگذارم. فوتر برای شما وظیفه خانگی هست، حتما فوتر را میسازید. من پرویرکا میکنم اینجا درس. خب میگذاریم با قسم CSS و اول بعضی خاصیت های را میتیم که مثال общий доступні هستند. برای خاطر این خیلی خاصیت ها را دادن ما اول یک تزوازشکه میمونیم و قوس سیموی را میکنیم. در داخل قوس سیموی مثال برای ما هست مارجین و مارجین 0 پیکسل موندنمون در کار و پادینگ هم 0 موندنمون در کار. پادینگ 0 تمام، یعنی از 4 طرف اکران یگان خیلی جای خالی نمیپرتوید. پس از این هست نگاه کنید ابو سایت کشویم در براوزر. خب من این سایتی ما هست 100% خیلی دیساید از 4 طرف اکران یگان خیلی جای خالی پرتافتگی نیست. اگر ما همین نگاه کنید مارجین پادینگ 0 کنیم و میبینیم که جای خالی پرتافت یا که نه. من دیدن خیلی دیساید از طرف راست جای خالی پرتافتگی است. ما بین همدیگرش به حد جای خالی بسیار پرتافتگی هست. برای ما این جای خالی در کار نیست، ما باید اینها را 0 کنیم. من 0 میبینم که خیلی میشه. من دیدم همه جای خالیش گرفته پرتافت. خب اکنون بعد پس از این دارد بکگراند. من این سایت اساسی ما هست بکگراندش دیدم میسازیم. اول بکگراندش طوری میکنیم. خب برای خاطر بکگراند نوشتن حتما در داخل تگی بودی نوشتنمون در کار این بکگراند. خب بودی شد بکگراند میشد بکگراند. خب من این بکگراند کلرش نوشتگی است که در سایت سی دی هست هاش یه 0 تمام. اکنون URL میشد URL. در داخل URL اول ما بیرون نگاه کنیم که من ساختگی آوردگی هستم بعضی صورتاشا. من این صورت بکگراند هست. ما اول باید از پاپکای CSS بیرون شویم و با پاپکای ایمیج وارد شویم. برای خاطر این ما اول دو نقطه میمونیم سلش پاپکای ایمیج وارد میشیم و بکگراند انتخاب میکنیم. ببینیم که اومد یا که نه. من خیلی اقتصادی 100%
омад. хуб лекин каме ҳам бошад дигар ҳаст. хеле хусусиятоша тоғрӣ мекунем. хуб аз инҳоро ҳамаша тоғрӣ мекунем. хуб пас аз ин месозем ранги ҳамаи текстҳоро. колор дорад. колора ман мемонам шотка 444. хуб яъне каме ҳам бошад сиёҳ. хуб фонташ хоҳед агар мемонед, нахоҳед намемонед, яъне шрифт бед мана ба таври автоматӣ подсказкарам дод, мемонем ҳамин чира. хуб анакнун баъд аз ин ҳаст теги, мебинем ки кадом тег аст. аввал теги топ ҳастан. теги топа мегирем. беҳтарак манахемонам шутар мебинем. хуб теги топа мегирем. нуқта топ қавсои системавӣ. дар дохили теги топ аввал бекграунда мемонем. кадом бекграунда мемонем нигоҳ кунед. хуб ман ин бекграунд аллакай бинед дар инҷа абрҳо истифода бурдагиаст. дар ин мо абрҳо нест. дар ҳақиқат мо манахе бекграунд дорем, яъне clouds гуфтагӣ. мо ҳамин бекграунда аввал мемонем дар топ. хуб бекграунд мешад url. мана url нуқта аз папка берун мешем, папкаи имеҷ ворид мешем ва cloudsa интихоб мекунем. пас аз ин дорад padding ва хуб padding 50 пиксел ба 10 пиксел ва 0 мемонем. инҷа нуқта виргула гирифтан дар кор аст. мебинем ки чӣ хел шуд. обновит мана тоғрӣ шуд. бекграундаш омад 100%. танҳо текстҳоро тоғрӣ карданамон дар кор ҳаст. текстҳоро ҳатман теги header қатӣ тоғрӣ мекунем. хуб мегирем теги header-ро. нуқта дер мана header. хуб дар дохили header мо аллакай навистанамон дар кор background. хуб background мешавад шотка сафед монем. сафедаш FFF мешавад. хуб font size дорад. font size бет 1/2 ем монем. хуб 1/2 ем. height аз тараф аз боло ба поён мешавад. мисол мегирем 150 пиксел. хуб margin ҳатман 0 ба авто монданамон дар кор. сетер биёд. хуб пас аз ин дорад padding. padding-а мемонем 10 пиксел ва 0 пиксел. width аз тарафи дасти рост ба тарафи дасти чап мемонем ба таври автоматӣ 780 пиксел. хуб width мешавад 780 пиксел шуд. хуб анакнун ягон мебинем ки чӣ хел шуд. обновит мекунем. мана чӣ хеле 200% мобайн омад, яъне марҷин авто кор кард. аз боло ба поён ҳамаш тоғрӣ ҳаст. мана 100% аст. танҳо намуди зоҳириша иваз карданамон дар кор. намуди зоҳириш аллакай мо иваз мекунем бо тегҳои left ва right. хуб нигоҳ кунед мо анакнун ҳарду тега чӣ хел гирифтанамон лозим ҳаст. аввал мо мемонем теги header нуқта бозам нуқта left ва боз мегирем нуқта инҷа ҳатман вергул монданамон дар кор. нуқта header бозам нуқта ин гарад right-а мегирем. right-а гирифтем. анакнун дар дохили қавсои системавӣ менависем хосиятҳое ки барои ҳардуш якхела ҳастанд. аввал яке аз ин хосиятҳо ҳаст background. хуб background-а мемонем A4 A4 A0. хуб шутка A4 A4 A0 шуд. пас аз ин color дорад. color яъне ранги ҳарфҳо инам сафед мемонем. хуб height яъне аз боло ба поён мешавад 150 мемонем, барое ки header қатӣ якхела шавад. 150 пиксел шуд. анакнун пас аз ин ҳаст header left. худаша дар алоҳидагӣ мегирем. хуб ин нуқта мана header left худаш подсказка дошт.
برای پادکست پیوست کردم من چت جی پی تی نیو دیگر نهرسیت پیوست کردگیم. مثال در کار باشد اگر گپ زنید من میفهمم چه پیوست کردنشه. میشد بک‌گراند. خب شوتکا ب 3 S2 S7 استفاده شد B3 S2 S7 استفاده بردگی است. خب انکنون در اینجا حتما رسم گذاشتنمون در کار. رسمش هست که معنی این است هیدر بوده است بک‌گراند هیدر. خب حتما می نویسیم URL از پاپکا بیرون میشویم، پاپکا ایمیج وارد میشیم و هیدر هست. یعنی هیدر را انتخاب میکنیم. حتما اینا نو رپیت ماندنمون در کار. شما باید که دونید نو رپیت برای چی است. یعنی دویم باره سوم باره تکرار نمیکنند پهلو با پهلوی همدیگر. خب پس از این دارد لاین هیت 150 پیکسلش مونیم. 150 پیکسل شد. خب تکست الاینش هم میمونیم سنتر. خب ویدث از طرف دست چپ به طرف دست راست 564 پیکسلش مونیم. میبینیم کوچیک شدگی هست. ابنوید رسم آمد، همه چی آمد، لیکن تکست ها حاضر نادرست هستن. یعنی باید بالای بک‌گراند رفته ایستن. خب من این بیوتیفول دی توغری شدگی هست الکای. خب انکنون هیدر لفت توغری کردیم. توغری میکنیم هیدر رایت. خب نقطه هیدر خب نقطه رایت قفل سیستم برام میکشویم. خاصیتی اوورفلو دارد. اوورفلو حتما автو мондан дар кор аст ва инчунин width дорад аз тарафи дасти чап ба тарафи дасти рост 212 пиксел монем. шумо аллакай бояд донед мо дар кадом қисм кор кардем. header right шуд нигоҳ кунед. ман ин қисмаш аст. ман ин қисмаша туғри кардем. ҳоли ман ин қисм туғри шудагӣ ҳаст. нигоҳ кунед мана чӣ хеле экзисои туғри шудагӣ аст. танҳо хай калони хӯрдиш фонт сайзаш фарқ кард. тамом фонт сайз проблема нест калон хӯрд кардан. و اینجا از دانه بریم ما سخت من این قسمش ما همین تکست رو آوردن در اینجا جوگیر کردنمون در کار است. خب اوورفلو آوتو 212 نویسیم. انکنون یا ابنوید کنیم ببینیم که چه خیلی میشه. من این ابنوید در حقیقت طور شد یا حتی یک سکرول ویورم پیدا شد. از اون سببه که تکستمون به حد کلان هستند. خب انکنون نگاه کنید هیدر رایت ساختیم. پس از هیدر رایت هست header right p دارد و header right h2 هست. نگاه کنید من این h2 را گرفتنمون در کار و من این تگی p را گرفتنمون در کار هست. ما میسازیم نقطه header نقطه right و تگی p را میگیریم. پس از این بازم میگیریم نقطه header نقطه right این دو تگی h2 استفاده برده است. h2 را میگیریم. خب پس از این قفس سیستم را میکشیم و پادینگش برای هر دو یک خیلی می نویسیم 9 با 16 پیکسل. تمام دیگه یک خاصیت یک خیلی ندارند این دوتا. انکنون میگیریم header نقطه خط اونجا نقطه موندن در کار right میگیریم. تگی h2 را گیریم. اول h2 استفاده است. خب برای این تگ پادینگ توپ میتیم. اول پادینگ توپش هم مثال بیاید 16 میگیریم 16 پیکسل. خب پس از این هست فونت سایز دارد. خواهید فونت سایز میمونید نخواهید نمیمونید. خب انکنون میگیریم تگی خودی لفت. اول لفت در طرف راست در طرف چپ طوری کردنمون در کار. مثال رایت در طرف رایت طوری کردنمون در کار. برای خاطر این میگیریم تگی خودی لفت. حتما فلوات می نویسیم پروستو لفت یعنی طرف چپ میرد و رایت میگیریم. رایت فلوات میمونیم رایت مانا چخیل اقتصاده طرفی راست. خب یک بار میبینیم که چخیل شد.
обновить. Чхелек дисоид 100% тугри шуд. Танҳо андозаш тугри нест. Андозаша биёед тугри мекунем. H1 кани буд H1. хуб нигоҳ кунед андозаша дар куҷо тугри карданамон дар кор ҳаст. хуб ман инҷанда менависем font size. Font size мисол 18 пиксел монем. бинем ку чӣ хел мешавад. обновить тугри шуд. анакнун теги P дорад бо ман ин теги flat right ҳамина теги P-ша мегирем. нигоҳ кунед копировать вставит ва теги P. барои мо дар теги P padding дар кор нест. padding-а талид мекунем ва text size-аша мемонем мисол 14 пиксел. мебинем ку чӣ хел мешавад. 14 ҳам калом ҳаст. 10 пиксел монем ку обновить 10 пиксел беҳад майда ҳаст. 12 мемонем. бинем чӣ хел мешавад. ман ин тексти асосии мо 100% тугри шуд. чӣ хеле дисоде қисми header тугри шуд. мегузарем ба сохтани қисми контейнер. хуб менависем теги контейнер нуқта кани блози контейнер на копировать вставить мекунем. он беҳтараш барои хато нашудан. вставить қавсои система берам мекушем дар дохили теги контейнер. аллакай мо ба таври автоматик флоатча аввал монданамон дар кор аст. дар тарафи дасти чап яъне left мемонем. хуб пас аз ин дорад margin. биёед marginша ба таври автоматик аввал 10 пиксел аст чортараф ва 0 мемонем. хуб padding-аша мемонем 0 ба 16 пиксел шуд. хуб анакнун width дорад. аз тарафи дасти чап ба тарафи дасти рост 530 монем ку бинем чӣ хел мешавад. хуб мебинем ку чӣ хел шудагӣ ҳаст. обновить тугри шуда. чӣ хеле дисодед 530 гирифт ва аз тарафи чап омад. танҳо марҷину дигар хусиятоша тугри карданамон дар кор аст. тамом. хуб барои хотири ина тугри кардан ҳатман мо навистанамон дар кор. аввал биёед гирем. хуб ба фикри ман чӣ хатокие шуд. барои бояд мобайн меомад. хуб барои ина тугри кардан биёед беҳтараш мо ман ин flat left гирифта партоем. margin 10 пиксел неву 0 ба авто монем. 0 ба авто ва width мебинем ку чӣ хел шуд. обновить мобайн омад. лекин аз тарафи дасти рост ба тарафи дасти чап 530 неву давай 780 пиксел монем ку хеле чӣ хел мешавад. обновить мана 100% тугри шуд. хуб анакнун мегузарем ба дигар қисмош. хуб яъне navigation. аввал менюра тугри карданамон дар кор. барои менюра тугри кардан ҳатман мегирем теги navigation. ман ин тега копировать мекунем. инҷанда вставит мекунем. вставит ва якум хусусияти ин ҳаст background дорад. backgroundша тугри мекунем. хуршодка ҳаст. ин D9 дорад. E1 ҳаст. E5 бале. хуб ҳатман суратша мондан дар кор аст. URL мебинем ку калом расми истифода шудагӣ ҳаст. хуб папка ворид мешавем. ба фикри ман ин футер аст. mine ҳаст. нав ҳамин бошад. як бор ҳамино мемонем бинем ку чӣ хел мешавад. хуб аз папка пайро мешавем. image ворид мешавем ва майна мегирем. navigation бинем ку чӣ хел шудагӣ ҳаст. ҳамин аст ба фикрам. ози бо аниқтар мефаҳмимаш. хуб анакнун пас аз background ҳатман менависем border. border хуб 1 пиксел. 1 пиксел solidша менависем. мисол шотка F7 мемонем. хуб пас аз ин дорад border color. border color ҳатман монданамон дар кор.
بازم همین چیه که در بالا گذاشتم همه میمونیم یک کلر. من اگر خواهید دویم کلرش هم همینه میمونه، یعنی یک خیله میبیاد. خب هیت از بالا با پایان میشد 41 پیکسل. خب یک بار میبینیم که چقدر شد، 100% توغری شد. انکنون خب پس از این دارد سیلکاش را توغری میکنیم. من این ها هستن که در اینجا ما نوشتنمون در کار نقطه نویگیشن و تگی آ. خب انکنون اول برای هر یکتش بکگراوند الوهیده هست. خب بکگراوند می نویسیم. بکگراوند انیخترش نگاه کنیم. بکگراوند بالا را کپی روید کردم مونیم. من کپی روید بستوید. خب پس از این دارد بوردر رایت، از طرف دست راست هر یکتش یک خط هست. نگاه کنیم من این خط توغری کردنمون در کار اول. خب اینا بوردر رایت گفته توغری میکنیم. خب بوردر رایت، من بوردر رایت مثال یک پیکسل سولید چه میمونه شد که AF BY S هفت شد. کمی هم باشد سیاه باید باشد، نه سیاه نشد. خب برای خاطر این سیاه شدن من این کنیم اگر AF BY کنیم S هفت بازم سیاه نشد. اگر خواهید من این پخش کرده نگاه کنیم میتونیم با کمی هم پایان طرف بریم برای سیاه شدنش. خب من سیاه شد. انکنون پس از این هست کلر دارد. کلرش من مثال 444 خواهید اگر مونید. خب یا اینکه برای خاطر تغییرات وارد شدنش به 456 میمونیم. کمی هم باشه سیاه‌تر میشد. دیسپلیش حتما بلاک موندن در کار برای که خطای پایینش گم میشن. خطای تگی سیلکاش فلات حتما لیف موندن در کار. هر یک منو از طرف راست بیاد. خب فونت خواهید میمونید نخواهید نه من نمیمونم. لاین هیت میمونیم بازم 41 پیکسل، یعنی برابری قسمی نویگیشن میشد. خب پادینگ دارد. پادینگ من میمونم 0 پیکسل. خب 0 با 20 پیکسل موندنمون در کار. از طرف دست راست حتما یک جای خالی پرتافتن شد در کار هست. تکست دکوریشن دارد. تکست دکوریشن موندنمون در کار نم. من انکنون یک بار میبینیم که چه شده که هست. خب نوید کمی هم باشد توری شد. تکست ها من خطا کمی هم کمتر سیاه‌تر آمدگی هم توری است منیو 100% خیلی سیاه آمدگی نیش کنه. پروستو رنگش پاستر کردنمون در کار. انکنون خوبش توری کردنمون در کار. نیام هنگام بالاش آمدن بکگراوندش کمی هم باشد تغییر می‌یابد. اینی ما یکم خیلی تغییر یافتگی نیست. خب پروستو میدونید چی کار میکنیم. پروستو می نویسیم نویگیشن ویو نویگیشن. خب ا و خوور دارد. خوور تنها می نویسیم به کلر. خب کلر اگر مونیم 234 میبینیم که چخیلی میشد. بکگراوند پوزیشن دارد. با بکگراوند پوزیشن left bottom موندنمون در کار. left bottom یعنی از قسم پایان میبینیم که چخیلی شد. اب نوید من چخیلی یک دیسوید 100% کار کرده هستم. یگان کمبودی ندارد. این بود قسم منیو و این دو طرفش هم توغری میکنیم. خب من 100% کار کرده. انکنون خوب کلیر دارد. من این چی را توغری کردنمون در کار. من این کپی رو باید میکنیم. انکنون نقطه استوید. خب پروستو اینا کلیر میمونیم بال تمام. خب پس از این هست تگی ماین. حتما تگی ماین استفاده میبریم. کانتنت تمام شد.
خب پس از کانتنت استفاده میبریم تگ ماین نقطه ماین افزای سیستمایی. خب نه برای ماین به فکرم موضوع کمی هم بر وقت است. давай اول ماین توری کنیم. اول دارد border top. خب border top را میمونیم. نگاه کنید من این border را توری کرد شدیم. من چون شده زیر ماین از 1 دقیقه میبینیم که در داخل چی هست. ماین خب من بیده و یا border top را توری کنیم 4 پیکسل تمامش رو میبینیم که چی خیلی میشه. اگر اونجای ناتوری باشد با توری میکنیم. خب کلرش سفید میمونیم. شد که میشد FFF برای سفید شدن. خب بکگراند دارد بکگراند URL میبینیم که بکگراند چی هست. بکگراند ماین دست. خب از پاپکا بیرون میشویم ماین وارد میشیم و بکگراند ماین انتخاب میکنیم. تمام. اکنون میگذاریم به قسم کانتنت. طور شده 100% هست. میگذاریم به قسم کانتنت. خب اینجا داریم ما یک عدد کلاسی کانتنت. خب کانتنت شد. کانتنت حتما موندنمون در که فلوات شه left فلوات left یعنی از طرف چپ موندنش در کار. مارجین میگذاریم لکای 10 پیکسل با 0. خب پادینگ دارد. پادینگ هم میگذاریم 0 با 16 پیکسل. خب پس از پادینگ لکای هست ویدث اینا میگذاریم مثال 530 پیکسل. میبینیم که چقدر شد. ابنا وید طوری است. نگاه کنید به طور اتوماتیک منیو ها طرف راست آمدن. هنگام فلات لفت موندن این طرف آمد و منیو ها باشد در طرف راست آمدن. خب اکنون کمی باشد طوری شد. بیاید بهترش من لایو سرور خطی میکشم. سرازم میبینیم که چی حادثه رخ داده ایستاده است. خب اول اینجا بیرون میشویم و این همی پاکر را آپشن میکشیم به ویژوال استودیو کد قطعی. ویژوال استودیو کد قطعی شدیم. ایندکس هم میکشیم. خواهید میکشید ایندکس نخواهید نه و استایل CSS هم میکشیم. این قسم دیگر برای ما در کار نیست و ایندکس با یاری open with live server میکشیم. هنگامی در من این قسم کد یکون تغییرات وارد کردم به طور اتوماتیک در قسم براوزرم همون تغییرات ابنوید میشن. یعنی ما براوزر گذاشتن ابنوید کردن شرط نیست. این خیلی کاری ما تستر میشن. من این ساختگی ما من بهتره من این سیلک را کپی رو کنم در خروم مونم. خروم برای من удобнее است ставить. من 100% شد. اکنون ما میتوانیم اینا نگاه کنید رو شده. تمام. خواهید اگر من خیلی پهلو با پهلوی همدیگر میمونید. خب اکنون پس از این ما میگذاریم به قسم کانتنت ساخته بودیم. کانتنت ساختیم. پس از کانتنت دیسکریپشن من این دیسکریپشن پایانش را طوری میکنیم. مینویسیم کانتنت نقطه دیسکریپشن گوییم. خب در داخل دیسکریپشن اول ما کالر را مینویسیم. کالرش را طوری کردنمون در کار هست. مثال کالر را مینویسیم 664 نویسیم. دیدم به طور اتوماتیک خودش عوض شده. خب پس از این فونت سایز دارد. فونت سایز مثال میگیریم 0.9 خورد شد نشد نمیدونم. بیاید بهتر پیکسل قد طوریش کنیم